انواع آدما در چهارشنبه سوری. گروه اول، اونایی که سر روز و تاریخ چهارشنبه سوری اختلاف نظر دارن. ببین چهارشنبه سوری میشه شب قبل آخرین چهارشنبه سال، پس میشه 22. این خیلی ساده است. نه ببین سه شنبه هفته بعد 29، پس شبش میشه چهارشنبه سوری. نمیدونم چرا انقدر در برابر فهمیدن داری مقاومت میکنی. البته این گروه معمولا اختلاف نظرهای دیگه‌ای هم دارن. یعنی فکر میکنی چهارشنبه سوری 29؟ پس حتما از اون دست آدمایی هستی که فکر میکنن iOS از اندروید بهتره. آره معلومه که بهتره دیگه. تویی که حلیمو با نمک میخوری از این مدل حرفا نزن. پس چی؟ نکنه انتظار داری حلیمو با شکر بخورم؟ میخوای بهت شکر بدم سوپ و آشم با شکر بخوری؟ گروه بعدی هم ایرانیان مقیم خارجن که دارن به سوالای خارجی‌ها جواب من متوجه نمیشم چرا ایرانی‌ها توی چهارشنبه سوری با همدیگه میجنگن؟ نه ایرانیان نمیجنگن. این یه رسم قدیمیه، یعنی قدیما این شکلی نبوده. شما ایرانی‌ها مگه از شنبه ها بعدتون نمیومد؟ پس چرا چهارشنبه رو اینجوری نابود میکنی؟ نه ببین قبلا اینجوری نبوده. قبلا تو شب چهارشنبه، یعنی در اصل سه شنبه شب میومدن. خب متوجه نشدم، یعنی چهارشنبه سوریتون در اصل در سه شنبه است؟ باشه بابا، اصلا شما خوب این که خیلی سرتون یعنی جشن میگیرین، بعد به جای شادی و خوشحال کردن پا میشین لباس ترسناک میپوشین میرین بیرون هم دیگه رو زهره ترک میکنین. تازه ما کاران یادونم دم نمیذاریم. و اما گروه بعدی، آقا از اینا فاصله بگیرید، اینا چهارشنبه سوری رو با جنگ جهانی اشتباه گرفتن. عباس پس این مهمات چی شد؟ زود باش، محله رقیب داره پیشروی میکنه. ساسان ما اینجا نگهشون میداریم، شما از کوچه پشتی برین قیچیشون کنید. این گروه فوش دهنده ها هستن که معمولا سنشون از بقیه بالاتره. چقدر بی فرهنگن اینا، بی شعور. داخل بوق 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 بوق. گروه بعدی هم که مسلماً زوجهای عاشقمون هستن. میبینی سمیه؟ داغی عشق من به تو از داغی این آتیشم بیشتره. عزیزم حقیقتاً ببخشید ولی چندشم شد. اصلا که از زودی نکردم. و اما گروه آخر، ز غوغای جهان فارغ ها. ماما این سر و صدا برای چیه؟ چهارشنبه سوریه، بیا ببین چه بساطی راه انداختن. یعنی چند روز دیگه سال تحویله؟ پاییز کی تموم شد؟ تو چه سالی میریم حالا؟ ولش کن ماما، سال تحویل شد حتما خبرم کن.